مردم مهاجری مسلمان شما روان کردیم، ما یگان سوم نگرفتیم. از برای همین میخوام که به نام فامیل خودم قطعی روان کنید. من از شما مردم مهاجری مسلمان خواهش میکنم، احترامانه خواهش میکنم که کسی به همین نویره من از برای الله یاردم کردن بخواه به نام فامیل یمین من قطعی مدلای و خالصمون مدرسه اونه از برای الله با باوری کامل از صدق دل به من روان کنید. چون که ما کارت داشتیم، کارت ما کار نکرد. مردم مهاجری مسلمان شما روان کردیم، ما یگان سوم نگرفتیم. از برای همین میخوام که به نام فامیل خودم قطعی روان کنید. از خداوند احترامانه خواهش میکنم که خداوند شما را سربلند، دستتون بالا و قلای بلند رسونه. خداوند این یاردمی کردگیتون خداوند دستگیری الله کنه. خدای کریم رحیم در روز قیامت در نامه اعمالتون نوشتنده گرفته. همه شما را خداوند ما دعا میکنه در حق شما. السلام علیکم برادرای اهل اسلام. من یه مادر به پسر 3 دختر دارم. قدم به 60 ماندستم، پسر ندارم. از همین دخترای کلانی نه یک نویره بچگی دارم. همین بچه 8 ساله با کسلی دل پاراکسیس گرفتار است. او را بار یکم اپراسیون کردیم در مدگرداک با مبلغ 40,000 سومانی صرف شد. کلپن دل شالیش کردیم. با جراحی کردن دلش رو با در کار نشید. برای همین شرایط نشید. من مجبور شدم همین کودک در یوتیوب پارتم که بچه مهاجری مسلمان دستگیری کنم. ما مادرها را، بیمارا را، به پسرها را از وطن دورن. از شما خواهش میکنم همین دستگیری شما ماده بچه جان در کاره. من محتاج به شمایم که همین کودک برام اپراسیون کنم در شهر مسکو در پیتر. برای همین خواستم از شما یاردم طلب کنم که همین نویره مرا دستگیری کنید که ما پسر ندارم. در آخرت همین نویره ما دستگیری مشه و مرا گورو چوب کنه. از شما خواهش میکنم که همین نویره مرا دستگیری کنید. همین برده اپراسیون کنید در شهر مسکو. اکا جانم یاردم کنید که خواهش میکنم برای شما. خیلی بچه جانا دیدین همین نواسه مرا و بیماری دل گرفتاره. محتاج شما که شما یاردم کنین تا که ای کسلی رها بیا شفای کاملش بده خداوند کریم. ما دیگه نمیگم بچه جانا که ما بچه ندارم. شما مهاجرات چند در کجایی باشین، چند کسی باشین، شما بچهای ما، غم ما مادرها را، غم ما بیمارا را، غم ما کودکا را شما میخرین. در تمام دنیا باشین. خداوند نگهبان تو باشه. خداوند برکت کارت را بده. خدا بچه خداوند 1 تون 100 کنه، 100 تون 1000 کنه، دستگیر آخرت تون کنه، ای وطن دور تو نکنه، ساق سلامت به وطن را برگردین بیایید. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик, классный каналчик, звонкий колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео,